صاحب قران زندگی، ره را کجا آغاز کنم؟ آخر بگو جانم کنون، من تا کجا پرواز کنم؟ دنیا همه تیت و پریش، صدها زنان از سینه ریش. در خانمان آدمی قصری غم بینا شده است. از اشکهای ما زنان صد مرغزار دریا شده است. مهر در این دنیا نماند، غمخانه برپا شده است. آخر بگو صاحب قران، نقش کردار چون بود؟ آخر چرا در زندگی نومیدی ها افزون بود؟ این روز که در سر داده خشکیدن قارون بود، اندر سر خلق خدا بیماری طاعون بود. صاحب قران زندگی، ره را کجا آغاز کنم؟ آخر بگو جانان من، آخر بگو جانان من تا کجا پرواز کنم؟ من تا کجا پرواز کنم؟